أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون امام 12 که میاد، اون چنگیز ولایت، همه مسلمانان را نابود میکنه مگر کسانی را که بهش ایمان داشته‌اند و به عصمت پدرانشون ایمان داشته‌اند و به امامتش ایمان داشته‌اند، یعنی گل سرسبداشون که ادعای رافضیگری میکنن، و حتی کسانی را که مرده بودند و به امامت اعتقاد نداشتند، همه اینها رو زنده میکنه و اونها رو محاسبه میکنه و همه رو دوباره میکشه. دستش درد نکنه، مردن دیگه، چه دوباره بکشه؟ بذار مردن، چرا زنده بکنه بکشه؟ ترسوندن دیگه. من میگم مثل لولو خورخوره مردم میترسونن، اینه. و به خصوص کینه رو ببین، کینه یزدگرد رو ببین، کینه آتش پرستی رو در لباس رافضیگری ببینید، کینه سربازان ابولولو، مخلصان ابولولو را علی در لباس علی ببینید که علی از اونها پاک و مبراست رضی الله تعالی عنهم. بخصوص صدیق اکبر را از قبرش خارج میکنه و عمر ابن خطاب، عمر فاروق را از قبرش خارج میکنه، اونا رو زنده میکنه، دوباره اعدامشون میکنه. شطور در خواب ببیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. و بعدم این ببین چقدر خونریزه، سادیسم داره. در این امام زمانشون سادیسم داره. خمینی شبیه اونه، خامنه‌ای شبیه اونه، خلخالی شبیه اونه، اسماعیل صفوی شبیه اونه. برای که این امامه هر روز 1000 بار این کار میکنه، روزانه 1000 بار ابوبکر زنده میکنه میکشه، عمر رو زنده میکنه میکشه. اینا دینه؟ اینا داستان لیلی مجنون هم اینطوری نیست، داستان های کلیر و دمنه اینجوری نیستش، داستان های اوستا اینجوری نیستش. و بعدم اونا رو آتش میزنه. چرا؟ برای که اساس شر را اونها گذاشتن. برای که دین محمد را منتشر کردن. شرشون این بوده. و از افتراهاشون، از ضلالتهاشون، از ضلالتهای این باندهای سیاسی اینه که همه ائمه 11 گونه، 11 تا امام که قبل از این فوت کردن دوباره به دنیا باز میگردن. وقتی که 12 بیاد اونا باز میگردن و یکی یکی دوباره شروع میکنن به حکومت کردن. به به، جمال ما روشن. این همه عقده حکومت تو دلشون مونده